این پروژه رو ما از اول تابستان شروع کردیم. همینجور که میبینید چند تا پروژه نصف نیمه کار مونده به دلیل مشکلاتی که برای ما به وجود اومد و ما مجبور شدیم یه مدتی دور از کار باشیم و امروز میخوایم بیایم و شروع کنیم به کار. میبینیم که یه شاخه میوه مونم افتاده روی سقف که ما باید یه جوری جابجاش کنیم که میوه ها صدمه نبینه، چون که هنوز نرسیده. اینم دری هست که قرار اینجا ما بگیریم و این هم منظرش هست. انشاءالله که زمستون پذیرای مهمانای عزیزمون باشیم، مسافرای عزیزمون باشیم تو این کلبه های کاگلیمون با این منظره های